خبر عاجل: وقوع انفجار در شهر کابل. سلام، وقت بخیر. شماری از باشندگان شهر کابل از شنیدن صدای یک انفجار در این شهر خبر می دهند. این باشندگان می گویند که صدای یک انفجار قوی در حوالی ساعت 10 بجه دوشنبه شب 11 سرطان از ساحه خوشحال خان و کوتسنگی از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل شنیده اند. با این حال تا اکنون نوعیت، هدف و تلفات احتمالی این انفجار مشخص نشده است. طالبان نیز در این مورد چیزی نگفته اند. و جبهه آزادی افغانستان با نشر یک نوار تصویری از حمله بر طالبان در کابل خبر دادند. به گفته جبهه آزادی، در حمله نیروهای این جبهه بر یک ایست بازرسی طالبان در کابل 3 طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.